اوس محسن صاحب د دغه پریکړې په عواقبو باندې بحث وکړو چې هغه کسانو چې دوی د بهرنیانو سره کار کړی دی یا د امریکایي دفترونو سره کار کړی دی چې هغوی وروسته د دې څخه د اجازه نه لري چې له افغانستان نه وځي، د دې عواقب تاسو څه ډول ارزوئ او د نړۍ سره د افغانستان هغه د تعامل سیاست به تر کومه ځای پورې له مشکلات و ستونزو سره مخ کړي؟ من ابتدا میخوام یک نکته را روشن بسازم که بحث تعصب اینا را به کنار بگذاریم دیگه. هر کسی که صدای مخالفت را بلند کرد متعصب است، در حالی که ما پایه های حکومت را بر اساس عدالت استوار نکردیم، بر اساس رضایت مردم استوار نکردیم. یک چیزی را که باید بارها تکرار کرد که باور من یک تکرار احسن است که عامل جنگ در 20 سال طالب ها بود. این واضح است. همون راهی که امروز امنیت شده همون راه را طالب ها ناامن میکرد. همون انسان هایی را که مسیر زندگیشان را در واقع به یک وحشت زده تبدیل کرده بود طالب ها بود. طالب ها بود که زمینه باندهای تبهکار دیگر را فراهم ساخت. طالب ها بود که زمینه اشغال را فراهم ساخت. ما این تعصب نیست، این مشکلات روانی نیست. کسی که ایران نمیبینه در واقع نابیناست. آقای ملا عمر در پاکستان فوت کرد، در داخل افغانستان در جنگ با آمریکا کشته نشد. یک چیزی واضح است، برادر ما این موضوع در نظر بگیره. این واضح است، این نباید ما پنهان بکنیم. آمریکایی ها آمدن با طالب وارد مذاکره شدن. ما به یاد دارم، نمیفهم چرا این موضوعات کسی نمیفهمه. چشماخ نباید ببندیم که من تو را به رسمیت میشناسم، اسامه بن لادن را تحویل بده. این مذاکرات چند روز دوام کرد. نمیدونم اخبار میشنویم نمیشنویم یا ای که نه یک مدینه فاضله در واقع تک حزبی به خود جور کردیم دیگه، بعد همه چیز گل و گلزار است. این موضوعات را باید در نظر بگیریم. تا زمانی که مذاکره به نتیجه نرسید حملات آمریکا با مجوز شورای امنیت اتفاق افتاد. چرا ما امروز از شورای امنیت میخوایم که به رسمیت بشناس؟ شورای امنیت یک نهاد معتبر بین المللی است. بحث ارزش گذاری به کنار بگذاریم. اما د اسلامي امارات یو شمېر غړي وایي چې په هغې وخت کې اسلامي امارات مسؤلینو امریکا ته ویل چې دوی سره خبرې کوي اما دوی ته د خبرو فرصت ورنکړو او په افغانستان باندې برید وکړو. ما همه کارشناسایی که دفاع میکنن از طالب ها میگم خاطرات آقای عبدالسلام ضعیف بخوانید، ما خواندیم. خاطرات آقای متوکل بخوانید، خاطرات دیگر فرماندهان آن وقت طالب ها رو بخوانید. اینا خودشان بیان میکنه که مذاکره به نتیجه نرسید آمریکا حمله کرد. یک چیز واضح است. در طول 20 سال بعد یک دولت نیمبند داشتیم. بحثی نیست که من از فساد دولت دفاع بکنم. در طول 20 سال ما منتقد بودیم. برادر ما ندیده، موضع ما را ندیده، ما روشن بوده. بحثی که آمریکا در اون وقتی که بمبارد میکرد من کجا بودم؟ در اینجا بودم. او هم محکوم است. اون نیروهایی که از جانب طالب ها کشته شده او هم محکوم است. او روز مثلا یکی از فرماندهان طالب گفت که ما 1500 نفر انتحاری دادیم. این هم یک ضایعه است، این هم یک فاجعه انسانی است در این مملکت. فرهنگ ما را آسیب میبینه، پیشرفت ما آسیب دید، رفاه ما در واقع از بین رفت، آسایش ذهنی خانواده ها. میبینید یک جوان در یک خانواده وقتی که از دست میره چه بار روانی بر او خانواده حاکم میشه. اینا رو میدونین نمیدونین؟ با وجود اینکه مبنای عملیات استشهادی به قول طالب ها مبنای شرعی نیست، مبنای در واقع از متون دینی گرفته نشده. کشتن غیر نظامیان، شما یک هدف دارین در یک جا حمله انتحاری میشه، 10 نفر دیگه کشته میشه. در کجای سطر اسلام ما دیدیم که برای یک هدف نظامی 10 غیر نظامی را نیروهای پیامبر کشته باشه برای رسیدن به یک هدف؟ در تاریخ اسلام شما چنین چیزی را شاهد هستیم که برای رسیدن به یک هدف با هر وسیله و سرانجام او هدف، بسیار جالب است که مردم بدانند سرانجام این هدف تصرف قدرت است. قدرت هم انحصاری، هیچ کسی را ما سهم نمیدیم، هیچ کسی را حق نمیدیم و مردم را نمیگذاریم که از این کشور بیرون شود. توانمندی مدیریت اقتصادی هم نداریم، توانمندی نظامداری هم نداریم، فقط اسلحه داریم. باید بمانی و ما را بپذیری. این در کجای متون دین است؟ ما روانیستیم، ما ضعف داریم، ما نادانیم، یا شما نادانید، یا شما داره زورگویی میکنید، یا شما دارین دین را بدنام میکنید. میدونید یک چیزی را، دین در مواجهه با دشمنی بیرونی آسیب نمیبینه، دین در تحریف درونی آسیب میبینه. امروز ضربه آسیبی بدنامی که طالب به پای دین اسلام وارد کرده در هیچ کجای تاریخی سابقه نداشته. کور ودان محسن صاحب